باز کنه پرونده رو. بحری نپرونه ایتن، نپرونه آتش نکشایید. پرونده رو باز کنه سینون. زود تسلیم شوید، زود باشید وگرنه او رو بپرونم. چی گپ شد سینان؟ این پسر کیست؟ پسری من است ایتین. چه خیلی پسره؟ او از کجا پیدا شد؟ من خودم به نزدیکی فهمیدم ایتین، به نزدیکی. سینانی ابله با من گوش کن یا تسلیم بشوی. یا که پسرت رو از سرش بپرانم. اگر زودتر با یک قرار نهایی پسرت میمیرد. از سرش بپرانم. فهمیدی سینون؟ از سرش. سینان چی کار میکنه؟ اگر خواهی تسلیم شوی همه همون رو میپرونند، بحری رو هم. سرت را کار فرما حمق، تا این روز کار نکردی. اکنون با یکم خلاصه بیا. کار نمیکند حمق، کار نمیکند. شاید راه همان تا همین جا بوده است. هم پسرم را و هم شما را نجات میدیم و هیچ کس اجازت نمیدیم که به شما ضرر رساند. اگر بر وقتر میدانستم یگان تاشان را زنده نمیماندم. آخر آن دقیقه چرا شد سینون؟ وقتی زیادتی دیگر نداری، زودتر با یک قرار بیا. اگر رئیس این محله نمی بود این کارها هیچ گونه نمیشد. یعنی همه که امید رئیس نوی محله ما شما می باشد. سرم من نمیدونم چی گویم. آخر انسانی با هم تنها شما ایدم و رئیس هم تنها شما شده میتونه و توی الدا وقت خواهد شما میرسد. زودتر اینها را برد زودتر. من نمیدونم چی گویم. مدام که شما میخواهید مجبورم راضی شوم. یا اول توی الدای چکن را بذاریم. الدا رفتیم. الدا تو حالا هم آماده نشده یا آخر مهمانان آمده؟ حاضر. زود باش. حاضر برادر. الدا کزبانم. تو آماده نشده ای تو؟ آخر کزبانم چرا تو آماده نیستی؟ من که بکار داشتم بازش آماده شده. برمونده مخیر. اکنون را آماده شرم تو رفته دیلو رو گرفته بیار. مایلش مادر جان باز از حال بیمار خبر میگیرم که در کدام حالت باشه. اپا چشمانتان را پوشید. من شما را معاینه میکنم اپا جان.
اکنون شوید چی کار میکنی عمر؟ یعنی کاری کردم را شما نفهمیده. نه نفهمیدم. اپا جان در حق شما دعا میکنم. باوری دارم که خداوند به شما شفا میدهد. شما بهترین اپایید. اپا جان جانکم شما با ما یگون حکایه نکنم میکنه؟ مایلش از مثنوی میشود. مایلش یک روز یک کاروان برای سودا کردن مالشون به راه میبرویند. روزی دراز راه میروند، عاقبت بعد خسته میشوند. در یک جا کاروان را نگاه داشته استراحت میکنند. تنها یکی را برای پاسبانی کاروان بدور میگذارند. بعد غارتگران برای غارت کاروان میآیند. این پاسبانی بدور بوده از ترس غارتگران خود را به خواب میزند. غارتگران میبینند که همه خوابند، مال کاروان را دزدیده میروند. شب روز میشود و کاروانیان از خواب بیدار میشوند. میبینند که مالهایشان نیست. بعد از پاسبان میپرسند که مالهایشان کجا شدند؟ برای چی پاسبانی نکردی؟ پاسبان در جواب میگوید از دست یک خودم چی می آمد؟ آنها خیلی زیاد بودند. و باز میگوید که ترسیدم، جسارت نکردم. اگر خواهید خود حاضر داد میزنم. و بعد با تمام آواز داد میزند خیزید بیدار شوید. و کاروانیان به او میگویند دیر شد، هر یک کار وقت و ساعت خود را دارد. راست میگویی دیلا. یعنی هر یک کار را در وقتش کردن لازم. خدایا به من کمک کن که با تکلیفم راضی شود. یعنی همه کار را در وقتش کردن لازم است. آفرین با برادرم، تو خیلی باسواد هستی. اپا این حکایه خیلی کوتاه بود. یک توی دیگر هم نقل کنید. یک توی دیگر؟ التماس اپا جان نقل کنید. عمر اپا رو زیاد خسته نکن. خسته نکردم، من او را معاینه کردم. خدا خواهد البته شفا می‌یابد. حالا گوی که دکتر هم شده است. هیچ گپ نه. تو رفته از پسی کار را چل آقای دکتر. کمی پس توی الدو هم آغاز می‌یابد. ما حاضر می‌آییم. مایلش من میروم. تو بازدید. آقای طاهر، من با این احوال توی رفتن نمیخواهم. چی کم بودی دار دیلا؟ تو خیلی باقوت هستی. باوری دارم که با توی رفته هم میتوانی. کنی بیا. بیا دیلا. اویسته اویسته اویسته. وای دیلا، دیروز اویدی یک مسئله گپ زدنی بودم ولی نتوانستم. بله. احوال سلیمه چه خیل است؟ من در کجایم؟ سلیمه خوب هستی؟ طاهر همین جایی. خدا رو شکر. سلیمه این کارو با تو کی کرد؟ با تن. فهمه چرا این کارو کرد؟ آخر او تو رو دوست می داشت. طاهر با دقت باش. با تن از عقل بیگانه شده است. شاید با تو هم ضرر رساند. با فکرم بعدی مرا به اینها گرفتار کردن از پس تو شده است. او دیوانه تیار. باور ندارم که خودش رو اداره کند. من نمیفهمم سلیمه. برای چی بوتم با من ضرر میرسونده نیست؟ برای اون که من او رو نیو تو رو دوست داشتم. با تو مکتوب نوشتم اما جسارت نکردم که فرستونم. او مکتوب ها رو پیدا کرده است. دیگر روی بازگشت نیست طاهر. مرش سلیمه آروم شو. او با من یگان کار کرده نمیداند. من با امنیت خبر میدیم. دیگر تو با آن تشکیلات نمیروی. مرا تنها نگذار. مرا تنها نگذار طاهر. مرا به امنیت نسپار. سلیمه
رفتم آموزه. تو باید استراحت کنی فهمو؟ برای تنها نموندنت به نزد یک کس رو میفرستم. بیا میرویم. دیل بایسته تمام اکل مرو بیا وقت تمام شد سینون. مایلش تسلیم شوم بوتان. با یک شرط، با آدم های من ضرر نمی رسانی. با آنها راه میدی که برآمده روند. پسرت سینون، پسرت در دست من هست. من قرار میبرم همه‌تون با سینون میمونید، همه‌تون تسلیم میشوید. من خودم را تسلیم میکنم بوتان. فکر کردی که با اینها یک جایه تسلیم میشوم؟ اگر مرا خواهی اینها را جواب میدهی، از پسشان نمیروی. آنها با راهی دیگر میروند، همه‌شان را سر میدهی. بحری را هم سر میدهی، پسرم را سر میدهی. فهمیدی؟ من خودم اینجا میمانم. همه چی را بین خودمون حل میکنیم. فهمیدی؟ مایلش اینان، مایلش قبول میکنم. آدمونت یک تا رفتن گیرن. بحری را سر ده. پدر راضی نشوید، آنها شما را بکشند. راضی نشوید. پسرم، آدم بر این زندگی کردن نتوانستم. بگذار آدم بر این بمیرم. بوتان، گروهی اولین را روان میکنم. ایتن، روید. من نمیروم، با تو میمانم. اگر با من مانی میمیری باید روی. نمیروم، با تو میمانم. از کی باز با گفته هایم زید میبرایی ها؟ زود گروه را گرفته رو. روید. سینان، این کار را نکن. تو را میکشم. زود باش ایتن، زود باش. گروه را گرفته رو از اینجا. اگر خواهید گریزید، اگر نخواهید به دولت تسلیم شوید. در این تشکیلات دیگر به شما جای نیست. زود روید. روید. سینان، ایتن، رو ایتن، رو. تو را هیچ وقت فراموش نمی‌سازم. روید.
بوتان گروه رفته ایستاده است. اکنون بحری را هم سرده. شما را تنها نمیگذارم پدر و هیچ کجا نمیروم. رو به تو گفتم زود باش. از بویت سیر نشدم پسرم بحری. به تو پدری هم کردن نتوانستم. اکنون ممکن این مراتب به تو پدری کنم. اکنون رو از اینجا به نزد مادرت برو. برو پسرم برو. اکنون من تسلیم شوم. بوتان من تسلیم شوم. چی خیلی عاشق شدن را با اون نشان میدهم. خوش آمده. خوش آمده. توی پسرم تا با تکلیف قمدار شوی رو نکردم. حساب نشد مادر جان. انشاءالله تکلیف کنیم. اوی در توی دخترم هم اشتراک کردن نتونستم. آقا سلیم شما رو میپرسد احوالش بده. من رفته از احوال سلیم خبر بیشتر پسرم خوش آمده. رئیس
نجوم من اینجایم دکتر. رئیس یعنی کس همینطور دکتر جان التجا میکنم مرا به امنیت تسلیم نجوم رئیس التجا میکنم. نجوم در جوی کارت یک مکتوب گفتم. آن مکتوب رو پدرم با تو رمان کرده بود است. یعنی با پدرم در علاقه بوده ای رئیس. با من گوی پدرم در کجا است؟ تو چی ها گفته ایستاده ای دکتر؟ رئیس گبزم پدرم در کجا است؟ این چیز را از من نپرس. در کجا بودنش را گفته نمیتوانم. به پدرت قول دادم و باز چه؟ آخری خیلی خطرناک است دکتر و مرا بیفهم. چه خطرناک است رئیس؟ به این هم حبس میشوی. مرا بیهوده مجبور نکن دکتر. بسیار چیزایی هست که تو نمیدانی. برای همین هم به تو فهمانده نمیتوانم. در کجاست پدرم؟ دکتر خدا در احتیاط کن. رئیس ایستو رئیس ایستو با تو گفتم نگولیست. ایستو رئیس. راو بوده ای دکتر. فکر کردی که در کجا بودنی پدرت رو به تو میگویم؟ مرا احمقمون کردی. خسته نباشید اپا. از شما یک چی پرسم؟ یگون طفل خورد رو به اینجا نآوردند؟ ندیدید شما؟ من مادرش میشوم. نه ندیدیم، به خدا ندیدیم. تشکر. سلامت باشید. این تروریست در اینجا چی میکنن؟ سربازان خدایا. با اینها من چی گویم نمیدونم. در اومدی دیها ایستادند. شاید سینم کمک کند. بردارید. تو بالا از بالای من شکایت کردنی بودی ها؟ چه گفته ایستاده باتن؟ کشتنی باشی زودتر بکش. باز چرا انتظار هستی؟ تو چی فکر کردی که زود از من خلاص میابی؟ حالا برای این در نزد من عذاب میکشی، زاره میکنی، پایان کنه، برداره. حالا خیلی عذاب میکشی، زیادتر. تو با این صدا مور هستی. حالا با تو پایان کنه. شما رو نجات میدهم پدر. شما رو تنها نمیگذارم. برداره. زنه پایان کنه. برداره. تو دوستی پدرم هستی. چرا تو نرفتی؟ برای چه اینجایی؟ رو چه تنها گذاشتم؟ برداره به همه خواه. تو به من گوش کن. به نزد آنها رفتن خیلی خطرناک است. حاضر من خودم رفته پدرت را نجات داده میارم. تو مرا اینجا انتظار میشوی. نه من هم میروم. نمیروی گفتم. اگر به تو یگان حادثه شود او هیچ وقت مرا نمیبخشد. میروم گفتم. و مانند پدرت یک رو هستی. از گپت نمیگردی. حاضر تو باید به گفته من عمل کنی. وگرنه دستگیر میشوی. تو مرا کی گمان کردی؟ بردارید. من غازی رفته اون دختری بیشرف رو میکشه. تا بهوش شدنش دوام دهید.
با دقت باشد که نمیرد. مادرانیو ایستا در جایت. برادر کی میپرامد؟ برادر زود دستان سینان را کشایید. برادر کشایید گفتم. بند را کشایید. کشایید زودتر. خواهی ابله ایتین برای چی آمدی؟ تو را در دست این خائن ها تنها نمیگذارم. ایتین با دقت باش. ایتین 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 تو اینقدر ما را دوست می‌داشتی. برای من اینقدر داشتی. تو برای من قدر داشتی. برای چی؟ برای چی؟ او را پرانده. او را برید. خواهید ایتین ایتین رفته. خواهید بودن. ایتین Aldo. تو کسی؟ من از همین تشکیلاتم در آشخانه کار میکنم. گذار. شما چی شد؟ خدیجه این چه احوال است؟ همه کار برباد رفت خدیجه. اکنون تو از بازی کارت یاد تو را هم میکشند. من شما را نجات میدیم. حتما نجات میدیم.
برای تو شدم رو پراندم. حافظ برنامه تو جواب خواهی داد. تو رو میکشم. اکنون وقت استراحت. کنی استراحت کنه. خداوند از شما راضی باشد آقای طاهر. از تو هم دلو، از تو هم. شب خوش دلو. با شما هم. چه خیلی است سلیمه؟ تو حالا مازم میکشی؟ انا برای چی از من رو گردانده ای طاهر؟ تو دیلو رو دوست میداشته ای. طاهر چی با گفته ای صدای سلیمه؟ پیشم با تو گفته بودم من باور میکنم که منو دوست میداری، اما فکر و اندیشه برای من میدونی. بله میدونم. چه خیلی با دیلو نگاه کردنت رو دیدم. تنها دوست داشته همین طور نگاه میکند. سلیمه از آنی من است. تو میمیری. طاهر اگر تو نمیبودی این خیل نمیشد. تو باید بمیری. من تو رو میکشم. بوتان با من گوش کن. برای چی من تو رو گوش میکردم؟ بوتان سرد رو مایده میکنم. سلیمه از آنی من میشود. بوتان ایستو. برای من شده با طاهر ضرر نرسون. سلیمه تو ایستو. ایستو تو بوتان. دیلو آقای طاهر یلماس تو خوب هستی؟ بله خوب. با فکرم یکون ضرری ندیدن. دیلو تو خوب هستی؟ خوبم. شما چی خیلی؟ منم خوبم. اگر کمی دیر میکردی ما رو میکشت. کنی خیسته شوید؟ خیسته. چی شد طاهر؟ انشالله یکون ضرری نرسیده است؟ نه هیچ نشده است. خدا شکر. یلماس با تو چی شده است؟ نه چیز نه. خوبم. کلی بیا. اویسته. خوب هستی؟ خوبم طاهر. من این را برای تو آوردم. بخیر است؟ از مکتب فرستادند. همین خیر. سرگه صدای تیر چی شد؟ نترس. خوب خوب است. خوب است. خوبم.
خواطر نشو. چی میگفتم؟ با خیر است. با مکتب دعوت کرده. خیلی خوب یلماز. خیلی خوب. تو چی فکر داری؟ مکتب را تمام کردم و عالمی خوب شده خدمت کردن میخواهم. بسیار خودتان میدانید که برفین حامله است. اکنون باید فکر آیله را هم کنم. ولی رفتن میخواهم. برای به قید گذاشتن باید پگاه برا برایم. ولی راست میگویی. دیلا را هم همراه خودتان برید. من به رفیقم زنگ زدم به شما کمک برسونم. بله خیلی خوب میشود. اما دیلو چی میگفته باشد؟ آقای طاهر من نروم نمیشود. برای چی دیلا؟ رفتنت خوب میشود. زودتر شفا میابید. جزیره مسلمه ایماز میکنم. میبینی دخترم شیر رو تا میکنه یا کسری من را. کیست اینجا؟ ایستا مپرونا! ایستا! از ما خوب باش. با امنیت خبر میدیم. آنها پدرم را نجات میدیم. آب دید. از برای خدا آب دید. مرحمت. از برای خدا به تو آب. تو کی هستی؟ یک بنده عزیزی خدا. برای نجاتی من آمدی یا اینکه تو از رایل هستی؟ بیا بابا. تو کی هستی؟ برای چی با من کمک میکنی؟ مرا یعقوب میدانم. یعقوب تو باش سینان هستی میدانم. بیا زودتر باش. آماده باشه. تو عقلت را خورده ای. از دست مچخیل میگریزیم. ما رو میکشند. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. چی خیر شد؟ من نفهمیدم. دعا هم سبب شده میتواند. آخر من خیلی گناهکارم. تا امروز خیلی گناه کردم. آخر یکم کاری ثواب نکردم. پسرم هر یک گناه سبب دارد. خداوند رحمان و رحیم می باشد. بخشنده است.
دست دختره رسیدم. گناهم چه خیل بخشیده می شود. اگر با او خاندار شده او را بدنی قبول کنی بعداً توبه کنی بخشیده میشه. خاندار گفتید؟ خاندار گفتید؟ خدیجه؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ اون مرد کجا شد؟ چه خیلی مرد سینون؟ بغیر از من و شما اینجا هیچ کس نیست؟ از اونجا با تو برآمدم. چه خیلی برآمدم خدیجه؟ یعنی شما هیچ چیز رو در یاد ندارید؟ چی شد؟ بنابرای قرارگاه گیر باران نمودن، هواپیماها بمب باران نمودن، گرد و اطراف همه پراکنده شد، همه از ترس گریختن. من از فرصت استفاده برده شما رو نجات دادم. اکنون به کجایی که خواهید رفتن گیرید، مرا باز نجویند. نرو دیگر من از نشون. به خانه اتون رفت خدیجه. رفتن نمیتوانم سینان. تو پیدا کردنی پسرم همینجا میمونم. شما چی کار میکنید؟ به کجا میروید؟ به ده میروم. برای تازه کردن گناهم، برای توبه کردن. توبه میکنید همین خیل؟ من اکنون تا آخرین نفسم میدونی چی کار میکنم؟ توبه میکنم. دیلا کمی پس به شهر می رود. تو حالا هم به او پیشنهاد خانه‌داری را نمی کنی؟ پیشنهاد میکنم مادر جان. پیش از رفتن نمیگویم. خب باتن کماندو، اگر این سربازان آنجا باشن به ده در آمدن مشکل. دمت را گیر احمق. البته یکو چورش رو میابم. مادر جان. بهری؟ مادر جان. پسرم. مادر جان، پدر رو دستگیر کردند. احوالش بد است. باید با آقای دکتر رفته به امنیت خبر دهیم که پدر رو نجات دهند. الدا ببخش برادر، تو را بعد یک روز توی سرگردان کردیم. هیچ گپ نه که اولماس. ما اکنون یک اویله هستیم. الدا لبه طاهر در داخل باشد؟ بله در داخل است. گفت که من خودم دیلا رو میارم. این خیلی باشد من با اونا کمک کنم. نه ایسا گفته باشد که میارم پس البته میارد و البته یکان گفتنیه دارد. دیلا من چند روز شد که با تو یک گپ را گفتنیم، اما جسارت نکرده ایستادم. بعد اینقدر حادثه‌های گذشته چی خیل گویم نمیدونم. دیلا من دیلا من با تو پیش از رفتنت گفتم گپ زنان کنم. نتیجهش چی شود نشود برای من مهم نیست. دیلا من با تو خانه‌دار شدن میخواهم.
اگر تو خواهی دیلا با من خانه‌دار شدن میخواهی؟ اما این چه میشود آقای طاهر؟ نه دیلا، یکم چی سبب شدن نمیتواند. اگر من لایق تو باشم میدونم که دیر کردم، اما دیگر دیر کردن نمیخواهم. مایلش، من فکر کردن میخواهم. میشود که جوابش رو بعد به شما گویم. مایلش میشود. تو چی که خواهی؟ بیا اکنون رفتیم. یک دقیقه. تمام. بیایید به شما کمک کنم اکای الماس. تمام. برادر. مادر جان. دخترم. از من راضی باش. انشالله برگردم. تو رو هم دوست می‌دارم طاهر. مایلش. تو بازدید خواهم. خاله جان دستانتان را بوسم. تو بازدید پسرم. روی سفید باش. پناه تا به خدا. مرکبون رفتیم. تو بازدید فرزندان. ایسته صبر کنید. خیزمان جانم. ادو این رو برای تو تیار نمودم. اونها خورند. خیزمان جانم تشکری زیاد. خیر تو با خالم. خداوند از تو راضی باشد خیزمانم. روی سفید. در پناه خدا. روی سفید. رفتیم مادر جان. آقای دکتر آدم های تشکیلات پدرم را عذاب داده ایستادند. التماس او را نجات دهید. زود با کمیسر خبر دادنم لازم. زودتر روید. سینا دکتر پدر سینا پدر جون پسرم جانم تو چه نجات یافتی سینا؟ با کمک خداوند خدیجه باز به همان تشکیلات همراه شد. بیا رفتیم. آنها آماده ایستادند. آماده باشید. یک تا از این نماند بسنده است. رفته. برفین یلماز
سلام همشیره. من بار دیگر با خودم کنی فهمم که برای دکتر بیشتر تو قدر داری یا سلیمه؟ خدا شفا دهد. تشکر طاهر، تشکر. زلیخا، برای تو آمدم زلیخا. مرا ببخش زلیخا. من با تو خانه دار شدن میخواهم. زلیخا، اقلا حقت را حلال کن. طاهر دلارا دزدیدن. طاهر چی؟ باتن دلارا دزدیده بود. شعری من بوی تو دارد، عطر گسوی تو دارد، مصرعی پیوسته من یاد ابروی تو دارد، مصرعی پیوسته من یاد ابروی تو دارد. عاشقی چشم تویم جان 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 من، بهترین شباترین زیباترین ارمان من. عاشقی چشم تویم جان 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 من، بهترین شباترین زیباترین ارمان من. به تو وقتی من جوانه، شعرهای من روانه، به جهان عشق پاکت این جهان بر من جهانه. به تو وقتی من جوانه، من روانه، به جهان عشق پاکت این جهان بر من
چشمی امیدم از تو این روزی سعیدم خنده ای بختی سفیدم روی تو روی ساده چشمی تو چشمی چشمی تویم جان 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 من بهترین عالی ترین بالاترین ارمان من عاشقی چشمی تویم جان 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 من بهترین عالی ترین بالاترین ارمان من شیرین ترین ارمان من زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. قسمتی تلخم خدا ترکی پسم خدا از آچه شد و مشدا گریز من و من سلامت بادا جان و دل من فدای نامت بادا گریفتارم و چشمانی سیاها تو بیا بخیلت شمی دارم تا بکر چشمت سرما کردی میده میده با خوشت بساغوشی تو میمیرم خاک آمده ما بر خواب میروه ما